خدا نوشته اسم تو پای آرزوهام، تو باشی عاشق ترین آدم. صدای دستا آی جونم خیلی عالی بود، خیلی خوشمزه بود. اینجا هم غذای ایرانی هم موزیک ایرانی. 4 تا بندری خدمت شما، نوش جونتون. خواننده‌ای که ساندویچ میخوره دیده بودیم، ولی ساندویچ فروشی که خواننده است رو ندیده بودیم. امروز در هانوفر هستیم و میخوایم بریم با آقا پویا آشنا باشیم، ببینیم اینجا چه خبره. بیش از 1 ماهه که پویا و خانومش فرزانه این ماشین فست فود رو راه انداختن و با اسم هانوویچ ساندویچ ایرانی میفروشن. اما چیزی که این موضوع رو خاص میکنه اینه که پویا هم با صدای گرمش آواز میخونه و این به یک جاذبه واقعی در هانوفر تبدیل شده. در 2016 من از ایران اومدم بیرون، تفلیس زندگی میکردم تا سال 2019 اومدم آلمان و عرضم به خدمت شما که سال 2021 بود فرزانه، درسته؟ 2021 با خانمم آشنا شدم توی شهر هانوفر، با هم ازدواج کردیم و زندگیمون جلو رفت. کار موزیک میکردم و خب میگم نسبت به علاقه‌ای که داشتم توی بحث کار صنعت غذایی و اینا تصمیم گرفتیم که این کار رو شروع بکنیم و گفتیم کوچیک شروع بکنیم بعد بریم لادن بگیریم و بزرگترش کنیم در واقع. و خدا را سه هزار مرتبه شکر، خب خیلی حمایت کردن، خیلی از عزیزان اومدن و کار ما رسید به اینجا در واقع. مشتریای ثابت زیادی هستن که به طور منظم میان و از برنامه پویا لذت میبرن. یه سوال کوتاه دارم فقط. به قول صمد آقا خوشمزه؟ صمد آقا خیلی به من میاد. اصلا عالی حرف نداره. اولا خیلی خوشم میاد که 2 نوع غذا بیشتر ندارن، تکلیف مردم روشنه و کار خودشون هم فکر میکنم راحت تر اینجوری و همه چی لذیذ و عالی بود. اخلاق خوششون و موزیکشون. میشکنم بی تو و نیستی، به سراغم نمیایی که ببینی، بی تو میمیرم و نیستی، تو کجایی که ببینی، میشکنم بی تو و نیستی، به سراغم نمیایی که ببینی. پویای عزیز و خانومش هنرمنده و غذاش هم واقعا خوشمزه است. از همه مهمتر که آدم میاد و این همه ایرانی رو اینجا میبینه، این خودش خیلی قشنگه. ایشالله که همیشه کارشون بمب باشه دیگه. قشنگ حالا هوای ایران رو میداد، مخصوصا بندریاشون اگه اومدین حتما، و آهنگ خوندنشون هم که همیشه لذت میبریم و اکثر ایرانی‌ها به خاطر صدای خوبشون رفتار گرمشون میان اینجا. تو کجایی که ببینی. همشون ممنونی. مثلا خیلی هم میگن که این ماشین رو دقیقاً تور بذارین، این ماشین رو حرکت بدین، یه هفته بیاین بلژیک، یه هفته بیاین هلند، یه هفته بیاین بچرخین، ما همه حمایتتون میکنیم. واقعا خیلی جالب بود، دوست دارن همه این حمایت. از اینی که اینجوری خونگرم مثل خودشون صحبت میکنیم، رفتار میکنیم، این بهشون جذابیت میده. ما اینجا هم بندری میزنیم هم بندری میخونیم. به قول بندری‌ها چی میگه؟ آقا یه بندری بریم،
میگه جوی و ویلی چاوی چقدر قشنگه، جوی و ویلی چاوی چقدر قشنگه. پویا و فرزانه تا آخر سال این محل رو کرایه کردن. هدفشون اینه که یک زمانی در هانوفر مغازه بزنن. بزن دست خوشگله رو افتخار خودت. دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون، خدا نوشته اسم تو پای آرزوهام، تو باشی عاشق ترین بامداد دنیا. افتخاره آی جون دلم. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. یک سوالی که معضل همه ما ایرانی‌ها و فارسی زبون‌ها هست که دوست دارم اینجا به نمایندگی همتون از آقای اسماعیلی بپرسم، ببینم که این گواهینامه فارسی چی شد.